بیا که دستت برو چی میگم همینجا فقط استاد میشه خب اگه میشه که عباس یا پیاری هر کدوم همه فقط گوشی بده گوشی داری تو بده گوشی خوب بله چی بگم تو صاحب کبرار نه این شماره منه بفهمیدی هر کدوم که دیدی بیامد بدم باغ که در باغ واقعا یک مسکاله که به من ندی من بفهمم از این دیوار خورتم این نازم خوبه میرم مسخاله ما بفهمیدی کون شماره به اونجا گو شماره منه فقط اگر عباس اومد یا پیار اومد که بیامد در باغ واقعا فقط یک مسکاله بده دیگه تو خلاصی خوبه ها چشم دلجان اینجا گو دیگه نه که باغ قداده بکشی همینجا که استاده ای خب اگه میشه که عباس بیامد گفت گیلک اینجا زیر درخت تو ما چگاه میکنی بگم تو بیامدم دیخ شده بودم قدم میزنم میگن دیونه تید میخوام ها این تو هم بگی میشه بفهمیدی خوبه وقت برای اینا بگم توت میخورم سک پشت توتاه سکو که دلت من هم تکسره بخوری واقعا چی میبری بابا جان چی کردی تو فقط بزی کار نداری سیل خود کنی ای بیستی هم از تو گیلک ما دل جامم دیگه خوبه هم که عباس هم هر کدوم مایی باشه پیاری هم باشه فرق نکنه عباس هم باشه هم که بیامد فقط به من یک مسکال بده من میفهمم خوبه من رفتم ما دل جامم هیچی نمیگی دیگه که چی نه دیگه تو خلاصی داره عباسی بودم چه خوب بیا چیه؟ بیا من بیام بیا چیه؟ بیا چیه؟ بیا تیز بیا تیز
کو دستگاه زنده کن با بیلا خدا شما در و در کنه خدا شما در و در کنه که خود میرزین تا باغچه دستکار میبرین سولارا رو میبرین یکی بوده در باغچه که غلف بوده تیار کردی بابا من خبر شه حالا من چه کار کنم با بیلا همین یک هفته نشد صفری خریدیم ما کی بوده سوسه بکتون سوسه بابا خود زنگ سینا سهی که تو پارسال سولارا رو بردم بالا بچن کی بوده خود را باق انداخته دستگاه زنده کنه بردم ما که در بدر شده ما از این دزدا چه کار کنیم ما بله بابا خوبیم بخیرین چشما شما روشن بابا بیا آمدم با باغ دستگاه زنده کن نیم تچک وردشتم بردم من نمیفهمم بابا در باغ قلف بود خویشته بردم حل ده بیان سعی میکنم این چینیه همین تا مقبول بردشتم بردم همین دو تا سیمی لکته و خلاص قلف باش کستوندم دیگه بابا خو قلف دا من نمیفهمم بابا تا باغم کسی نیه در باغ خود نایدین شما قلف انداخته بابا چه به سرمه قلم خود در باغ قلف بوده در صندوق زنده کن قلف بوده دیگه گناه مت چیه دوست بیانده بشکسته برده دیگه اینه بابا میگه تو دست خب بابا گناه مت چی آخی بابا خور بگردم در باغ قلف بوده میگم چند دقیقه بشون که شما بیاین یک دقیقه تا بوده تبا با کجایی خود صحیحه بابا دیگه برام شما بگفتم که دستکار ببردم من نمیفهم باشه بیروشیم بلکم کس مسی بپرسم که کی بوده دم باغچه با باشه خوبه بابا هم سر من قول میکنه خب گناه همه چی هم قول بوده دیگه لا رمضان حواس خور جمع کنی که شما مثل ما در و در نشین دزدی با شروع شده نیه بافتم با تابا که پمپ رو شای میکنم سعی میکنم تا صندوق زنده کنه اصلا زنده کنه تا چک نیه بردم ها در باغم قلف بوده در صندوق دستگاه زنده کنم قلف بوده من نمیفهمم کی بوده قلف صندوق باش کستم ده راست میگی ابا حالا رمضان چون کی بوده بیامدم بردم خدا اینا رو در و در کنه اینا خدا ناترسا ما چه کار کنیم ما پیان خان زنگ زدم تا سر مقال میکنه که تو باشین در باغ قلف نکردی تو باشین در صندوق قلف نکردی ما ببینیم سعی کنیم در صندوق شکسته انو که شما به تا باغچی خود در صندوق تیار کردین در قلف کردین از ما که زنده کنه همین تا بزیر پای سولارا همین جگاه گذاشته لینای وصل کرده اون که از من که تیرو به یک علم سودیر میبرم به فی ثانیه میبرم میگم از من دستگاه صندوق قلف بوده عباس بیخی وضعیت خراب شده من یک چیزی به تو بگم تو شاید باور نکنی دیشب به زو قله خسرمه بیامدم به دیوال سرا خسرم زینه گذاشتم قرطه انداختم به تا سرا 5 تا گوسپنده چری که عید قربان خسرم میگو 17 زیری پا کمتر نمیدم اینا 5 تا گوسپنده لوکس چاق کلون گلچین کردم از دیوال بالا کردم وردشتم ببردن در سرا هم قلف در سرا خسرم داخل قلف مغزی میزنه ایش تو دزدی بوده سعدم شاخ بدر میکنه اصلا من تعجب کردم آن کردم من به می فکرم عباس که ما و شما از این به بعد مگر یک نگهون یا به باغچه خوب بگیریم یا خود ما بریم شب و روز بریم باغچه پرتو باشیم به خاطر سولارا به خاطر زنده کن سولارا وا میکنم بیت دل جوان که وا میکنم ما چیکار کنم مگر روی بسنجی دوست در مگر ما پیدا کنیم عباس آن دستگاه زنده کنه ببردم امروز از شما که زنده کنه بردن صبح از من گوی میبرم یک دک گوسپند میبرم هر چی به دستموش نبیه میبرم اگه میتونی بی خبر باشی انا گیلک بگیرم گیلک اشتینی عباس اشتینی خوبیش جده چکاره کنی گوی بری خونی کنی نشه عباس میاگی پا
راست میگه خدا ببخش. ما اصلا فکر حواسم به کل پرت و پرت بودک. انا من طور خیال عباس کردم. امی تازبون من خطاره که عباس. بشین گیلک تو. چله؟ بشین تو. ای بابا نمیتونم رخیف بشینم. بله گیلک جوان سره تو خبر نداری تو بیکاری روز تاشون تعمی کوچه ها میگردی. خبر نداری زندکون عباس اینو کیا تباخچی رو جونده. زندکون اینا؟ زندکون چیه گیپک؟ زندکون امی سولرا اینا. آها که او پخش میکنه. زندکونه نه گفته اگه چی نگو. نه گیلک کی گفتی چی نگو؟ هیچی. من میگم به پیش خود میگم هیچی نگو. گیلک اگه بدیدی آدم ها قریبی مسکینی امو چیز اینا پیدا کنم زندکون سولر اینا. کی مسکینه؟ عباس اینا. آها ما شما گیپک من ندیدم. باشه چش برم به رو فال برم. اتک متک لولوچه لمشم پالونچه. چه کاره تو؟ گیپک اینا که به سر هم دگر خوردک بفن که تو بجوندی. تو جوندی آنه اینا پنجام به جون هم دگر بچسبیده. تو نجوندی. خود تو پنجاه خود جون هم دگر میچسبینی با میگی تو جوندی. چشم مثل چشم مرغ بری کلاج کجا میچه؟ من میبینم پنجاه خو. نه نمیبینی خیلی کوری تو. گیپک کجا میبری خود بلخو؟ ایچی میرم سرا. بودری؟ بله اش داری. ما که زمین نداریم بودری کنیم. شما زمین داریم. عباس اینو باغ دارم. ما تاشو مثل چی بگم آدم ها بیکاری بریم آدم میگردیم میبری بر چیکار کنیم گیپک؟ کار وظیفی پیدا کنه اگر تکوچو. راست میگی گیپک یک سیریپی 20 روپی به قرض نداری بیاری لنگ که شما قلبه شده آنه. سیریپیه چی؟ تو اول بگو همی چیزه کی جونده بابا تو 50 روپیه میدم. سکو فقط دان شطور بری. میفهمم. تو اول همی بگو همی چیه؟ چی؟ از این از جراتور گفتو. زندکون کی جونده با تو 50 روپیه میدم. این بیل تو هم به دوتار خیلی خوبه. دان 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 دان. خوب سیکو. دان 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 دان. چی بی وقت؟ یک رقص بکن گیپک. تو گردن تو بند باشه برو. یاد ندارم. تو سر کمیته. دان 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 دان. یاد ندارم. خوب بکی. دان 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 دان. پیش بیا به پیش من. دان 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 دین دان دین دین دان 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 دین دین دان دین دین دان دین دان 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 دان. چیه گیلک بدی او داری دیر میشه. برو دیگه برو رفیق برو خدافی. خوش آمدی برو.